سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خیلی خوش اومدید. ما اینجا طبق روال هر هفته روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه با پخت انواع غذاها و دسرهای ایرانی و خارجی در خدمتتون هستیم. امروز من قصد دارم یکی از غذاهای اصیل ترکی رو خدمتتون آموزش بدم. این غذا توی ترکیه خیلی خیلی محبوبه و شهرت جهانی هم داره. بورک ترکی خوشمزه و بسیار شیک و مجلسی. حالا بریم سراغ مواد اولیه. خمیر یوفکا 8 عدد، گوشت چرخ کرده 200 گرم، پیاز 1 عدد، گارش 2 عدد، فلفل دلمه‌ای 1 عدد و همینطور 3 یا 4 حبه سیر، پنیر پیتزا به میزان لازم، رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری، در تخم مرغ 1 قاشق غذاخوری کنجد و 2 قاشق غذاخوری شیر برای رومال این بورکامون. گوجه فرنگی 2 عدد برای تزیین، نمک و فلفل سیاه و پاپریکا و زردچوبه و آب لیمو به مقدار لازم. حالا میریم سراغ تهیه این خوشمزه‌مون. خب ما یه پیاز داشتیم، من نصف اینو میخوام رنده بکنم و با رنده ریز این در واقع پیاز رو رنده میکنم و بقیهش رو قراره که نگینی خورد کنم و برای مواد داخل برک استفاده بکنم. ما این پیاز در واقع رنده شده رو برای این میخوایم که اول قبل از اینکه گوشتمون رو به مواد داخلی برک اضافه کنیم یک مقداری این پیاز بوی زخم گوشت رو بگیره. برای همین من قبل از اینکه گوشت رو به بقیه مواد قاطی بکنم اول یک مقداری با پیاز رنده شده اونو میخوام مخلوطش کنم. در همین حد کافیه. من الان اینو به گوشتم اضافه میکنم و تا زمانی که بقیه مواد داخلی برک رو آماده کنم اجازه میدم گوشتم با این پیاز بمونه و جوری باشه که پیاز بتونه بوی زخم گوشت رو بگیره قبل از اینکه گوشت رو من بخوام داخل مواد گوشتی برک استفاده بکنم. الان من پیاز رو خیلی خوب با این در واقع قاطی میکنم و میذارم کنار. اگه فرصت داشتید حتی میتونید یک مقدار هم ورز بدین، مخصوصا اگه با دست ورز بدین گوشت خیلی خیلی خوشمزه تر میشه. حالا من اینو تهیهش کردم میذارمش کنار و میرم سراغ تهیه بقیه موادم. خب ما پیازی رو که داشتیم من نگینی خورد میکنم. نصف پیاز رو خاطرتون هست که من رنده کردم و با گوشتم مخلوط کردم. الان بقیه همون پیازه که من دارم نگینی خوردش میکنم. خرد کردن پیاز به صورت نگینی و سرخ کردنش و اضافه کردن بقیه مواد به این خیلی تاثیر داره در طعم و مزه برکامون، چون پیاز سرخ کرده به مواد گوشتی این ترکیبمون خیلی عطر خاصی میده و چون میخوایم بعدا فلفل دلمه یا گارچ و اینا رو اضافه کنیم به مواد گوشتیمون خیلی عطر و طعم خوبی به این مواد میده. خب حالا بعد از اینکه من کل پیازمو نگینی خورد کردم الان وقتشه که اینها رو داخل یه تابه بریزم، داخل تابه‌ای که قبلا روغن ریختم و کاملا داغ شده. خب میتونید بچه‌ها این پیازها رو در حد معمولی تفت بدین و مواد گوشت رو اضافه کنید یا میتونید خیلی خوب سرخش کنید. من حد متوسط رو انتخاب کردم، نه کم و نه زیاد. اینطور باعث میشه که موادتون خیلی طعم و بوی خوبی بگیره. خب الان میذاریم این سرخ بشه و در این اثنا من میرم سراغ خرد کردن قارچ ها. بچه‌ها ببینید ما 2 تا گارش داشتیم و من اینها رو خورد میکنم. میتونید هر مدل و هر شکلی که خواستین خورد بکنید. من ترجیح میدم کوچیک باشه،
نگینی خورد کنم، به خاطر اینکه میخوام داخل مواد گوشتیم زیاد مشخص نشه و طعمش با بقیه مواد در واقع مچ بشه و داخل همدیگه طعمشون ادغام بشه. برای همین خیلی کوچیک کوچیک و نگینی دارم اینا رو خورد میکنم. حالا که تموم شد میریم سراغ فلفل دلمه‌ایمون. ما یه فلفل دلمه‌ای برای این ترکیبمون نیاز داریم. ولی باز به انتخاب و سلیقه خودتون میتونید میزانش رو کم و زیاد کنید. بعضیا خب عاشق فلفل دلمه‌ای هم میتونید همش رو بزنید، یا من خودم دوست دارم که در حد نصف این فلفل دلمه‌ای رو استفاده بکنم. فلفل دلمه‌ای طعم خیلی خوبی به مواد گوشتی میده، ولی بیش از حد وقتی استفاده بشه باعث میشه که طعم غالب توی غذا باشه و من میخوام بورکام یه ترکیبی از طعم‌های مختلف، مواد گوشتی و در واقع قارچ و تمام اون پیاز و همه مواد باشه. برای همین من نصفش رو استفاده میکنم و خودشم نگینی خورد میکنم کوچیک کوچیک و به موادم بعدن اضافه میکنم. خب الان داخل تابعمون پیازها دارن آروم آروم سرخ میشن. من یه مقدار زردچوبه بهش اضافه کردم و همچنان همش میزنم تا ترکیبم خیلی خوب سرخ بشه و آماده بشه برای اضافه کردن بقیه مواد گوشتی. حالا همچنان که این سرخ میشه من میرم سراغ خرد کردن سیرهام و بعد اونو توی دستگاه مخصوص رنده میکنم و این کار باعث میشه که سیرم خیلی ریز بشه و داخل مواد گوشتیم کاملا با بقیه مواد خوب ترکیب بشه و طعم و مزه عالی به اونها بده. شما اگه از این دستگاه نداری سعی کنید که سیر رو به قطعات خیلی خیلی ریز تقسیم بکنید تا خوب با بقیه مواد مچ بشه. خب من الان میرم سراغ پیازم. ببینید خیلی خوب سرخ شده، در همین حدش خوبه و کافیه برای من. من گوشتم رو اضافه میکنم و همراه با این پیاز یک مقداری داخل تاب تفتشون میدم. گوشت همراه پیاز خیلی طعم خوبی میگیره. خب به هر حال گوشت رو قبلا هم همراه پیاز خام من گذاشتم و یه مقدار زمان دادم تا بوی زخمش گرفته بشه و این پیاز در واقع سرخ شده طعم خیلی خیلی خوبی به این گوشتم میده و همراهش بسیار بسیار عالی میشه. من یک مقداری تفت میدم تا رنگ گوشت تغییر بکنه و خامیش گرفته بشه. خب بعد اینکه یک مقدار تفت خورد و خامیش گرفته شد گارچا رو من بهش اضافه میکنم. گارچا به هر حال یک مقداری آب میندازه. خودتون میدونید که گارچ موقع تفت خوردن کوچولو آب میندازه. مهم نیست، ما سرخش میکنیم و سعی میکنیم همه اون آبی که میندازه در واقع تفخیر بشه و مخلوطمون به هر حال ترکیب خوب و یک نواختی از آب در بیاد. من بعدش فلفل دلمه رو اضافه میکنم و همراه هم دیگه اینها رو حسابی تفت میدم تا فلفل دلمه هامم تفت بخورن، سرخ بشن و ترکیبم که ترکیب خیلی خیلی خوشمزه میشه برای بورک هام. بورک یک ماده گوشتی لازم داره که طعم و عطر خیلی خیلی خوبی داشته باشه. به هر حال شما میتونید از مواد دیگه گوشتی هم استفاده کنید. شما حتی میتونید از سوسیس یا کالباس خرد شده هم در این ترکیب استفاده کنید. خب من ترجیحاً خواستم گوشت استفاده کنم تا هم سالم تر باشه و هم خوشمزه تر. الان وقتشه که من ادویه‌هاشو بهش بزنم. ما فلفل سیاه داشتیم و همینطور پاپریکا داشتیم که به این ترکیب هم اضافه میکنم. هرچه این فلفل هاش بیشتر باشه خب طعم و عطر خیلی خیلی بهتری به مواد گوشتی میده. ولی باز سلیقه هستش. بیش از حد زدن هم باعث میشه که خب مخصوصا برای ما ایرانی های مقداری تند باشه. ولی خب به تناسب و به نسبت خیلی خیلی خوشمزه و خوب میکنه. من یک مقدار هم نمک اضافه کردم. باز میزان نمکم باز به سلیقه خودتون بستگی داره، شاید خوش نمک دوست داشته باشین یا کم نمک. خب الان داره مواد گوشتیمون آماده میشه
من یک مقدار دیگه بهش زردچوبه اضافه میکنم. زردچوبه باعث خوش رنگ شدن و خوش طعم شدن این براکمون میشه. خیلی توی رنگ غذا مؤثر زردچوبه. خب من الان یک لیوان آب میریزم و اجازه میدم یه خورده بپزه و بعد از پخت به این حد که رسید من ربمو بهش اضافه میکنم. رب ببینید رنگ خیلی خوبی به غذا میده، ولی اگه زودتر از حد، یعنی زودتر از اون زمان پخت مواد بهش اضافه بشه، باعث میشه که اونا دیرپز بشن و خوب نپزن. برای اینکه فلفل دلمه و قارچ خوب بپزه، همینطور گوشتمون من دست آخر اضافه میکنم قبل از اینکه موادم در واقع خوب پخته بشه. هیچ وقت رب اضافه نمی کنم. حالا به این حد که رسید تقریبا دیگه آماده هستش. حالا من میرم سراغ تهیه مواد رومال برک. بچه ببینید ما یه تخم مرغ داشتیم با 2 قاشق شیر. اینو خوب ترکیب میکنم و برای رومال برکام استفاده میکنم. ولی توجه داشته باشید که اگه قصد داری که برکا رو داخل فر بذارین، بله این ترکیب رومال نیازه. ولی نه، اگه قصد دارید که برکا رو سرخ بکنید داخل تابه، این نیاز نیست. خب الان من خمیرهای یوفکامو داخل یه ظرف گذاشتم و با برس روشون رو آب میزنم و این باعث میشه که یه مقدار سطح برک نرمتر بشه و خوب بتونیم به طرح و شکلی که میخوایم درش بیاریم. خب من بعداً پنیر پیتزا در اولین لایه میریزم. دقت داشته باشید که شکل برک که میخوایم در بیاریم خیلی مهمه در نحوه تا کردن و گذاشتن مواد گوشتی. خب من توی این آموزش یک نحوه تا کردن برک رو آموزش میدم و شما میتونید بقیه نحوه ها رو هم خودتون امتحان بکنید. از 2 طرف تا میکنم و همینطور از یک طرفش که تا کردم، این برای اینکه موادم بیرون هم نریزه. و بعد از یک کنارش شروع میکنم به تا کردن کلش. به همین راحتی برکم رو تا زدم و روش یک مقداری از اون مواد رومالی که درست کرده بودم، ترکیب تخم مرغ و شیر، بهش اضافه میکنم و در نهایت یک کوچولو کنجد روشون میپاشم. کنجد رو میتونست داخل این مواد رومال هم اضافه کنیم. من ترجیح دادم که با دستم بریزم تا میزانش رو خوب دستم باشه که تنظیم بکنم. حالا میریم سراغ برک بعدی و همون نحو. بچه ها خیلی مهمه که آب بزنید. اگه هم آب نخواستید میتونید با شیر روش رو در واقع شیرمالی بکنید و بعد بقیه موادتون رو بزنید. بچه من یه نکته دیگه هم بگم. خمیرهای یوفکا خیلی خمیرهای نازکی هستن. واسه همین اگه میخواین که خمیرهای یوفکا رو از هم دیگه جدا بکنید، حتما با دقت انجام بدید، چون مرتب اینا در واقع بریده میشن و شکلی که میخواین داشته باشین رو دیگه ندارن. اگه هم اولین بارتونه میخواین خمیر یوفکا استفاده کنین و شکل جدیدی بهش بدید، حتما قبل از اینکه مواد گوشتی بریزید و پنیر بریزید و اینا، شکلش رو یه چند باری تمرین بکنید. هر شکلی که خواستید میتونید در بیارین. شکلای مستطیل، مربع و مثلث خیلی شکلای رایجی هن که با خمیر یوفکا میشه درستش کرد. حالا سعی کنید که یعنی قبل از اینکه مواد گوشتیتون رو داخلش بریزین این کار رو انجام بدید تا موادتون حروم نشه. حالا من یوفکای بعدی رو هم درست کردم و هم به همون ترتیب شیرمالیش میکنم و کنجد میپاشم. بعد اینکه همه آماده شد میذارم داخل فری که از قبل گرم شده، دمای 180 درجه به مدت 20 دقیقه و نهایتا چند دقیقه هم روش رو گریل میکنم داخل فر و آماده میشه برای سرو. و بسیار زیبا و جذاب برکای ترکی خیلی خیلی خوشگلمون
الان آماده سرو هستن. من دوستای عزیزم اینو تقدیم شما میکنم. امیدوارم حسابی ازش لذت ببرید، همراه خانواده‌تون درست کنید و صرف کنید و نوش جونتون باشه. دوستای عزیزم اگر از این برنامه خوشتون اومد، پسندیدید، لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت بکنید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.